فیلمم از برادرزادم گذاشته یوتیوب. 3 ثانیه اولشو بده ببینم. بفرمایید. این طنزه. آخرش دختره با دوست این دوست میشه. باور نکردنیه. این آلبوم عکس رو نگاه کنید. نگاه کردن نمیخواد. آلبوم عکس عروسی ننته. ساچه واو. چجوری میتونین محتوا رو از رو جلد حدس بزنید؟ والا ما تو ایران جزو قومی بودیم که سال 1401 رو درک کرد. عذاب صیانت بهمون نازل شد. صیانت چیه؟ تبدیل اینترنت به سیاهنت، کاهش پهنای باند، فیلترینگ، همه چی. خب اینا چه ربطی به این قدرت شما داره؟ ببین پسرم، ما از استوریا 2 الی 3 ثانیه‌شو بیشتر نمیتونستیم ببینیم. بعدش استاپ میشد وای میساد همینجوری. رو حساب همون 2 ثانیه و کل استوری رو حدس میزدیم. مثلا رفیقمون تا میومد یه رستوران معرفی کنه استوری وا میستاد. ما حدس میزدیم کدوم رستوران میرفتیم. بعد یه مدت اصلا استوریا این شکلی شد. اینا رو دیگه فقط یه مدت